اگه احساسات بدی دارین، سعی نکنین با احساسات خوب جایگزینشون کنین. سعی نکنین اونها رو سرکوب کنین یا نادیده بگیرین یا خودتون رو به نحوی قانع کنین. من شخصا به جملات تلقینی مثبت اعتقادی ندارم اگه تو خالی باشن، اما به هر حال وقتی اوقات بدی رو داری میگذرونی، اون بدی رو بررسی و آگاهانه مشاهده کن. اون پدیده رو مطالعه کن و سازوکارهای اون رو یاد بگیر. ما داریم سعی میکنیم که اینجا همین کار رو انجام بدیم. راه خروج از یک تله اینه که اون تله رو بررسی کنی و یاد بگیری که چطور ساخته شده. برای این کار باید اون رو تکه تکه از هم بشکافی. تله نمیتونه شما رو اسیر کنه اگه اونو تکه تکه کرده باشی. نتیجه این کار آزادیه. پس به جای اینکه سعی کنی از تله فرار کنی، اونو تجزیه کن و به جای اینکه از درد یا غم فرار کنی یا بترسی، خودت رو بشناس.